در حدیث صحیح پیامبر اکرم می‌فرماید: همانا الله در روز قیامت به بنده خود نزدیک می شود و تمام گناهانش را به وی یادآوری می کند. پس به او میگوید که ای بنده، آیا به یاد داری روز فلانی چنین کردی یا چنان کردی؟ پس میگوید آری ای پروردگار. یعنی آیا به یاد داری که در نماز صبح خواب بودی؟ آیا به یاد داری هنگامی که تنها در اتاق بودی و چیزهای حرام را در اینترنت روشن کردی؟ به یاد داری؟ آیا به یاد داری هنگامی که در فلان سرزمین بودی و تلویزیون را باز کردی و شروع به نگاه کردن و چیزهای حرام کردی؟ آیا به یاد داری؟ آیا به یاد داری هنگامی که به دروغ قسم خوردی؟ آیا به یاد داری که به دروغ حرف میزدی؟ آیا به یاد داری هنگامی که حقوق والدین را انجام دادی؟ آیا به یاد داری هنگامی که به والدین خود بخل ورزیدی با آنچه که نه بر تو تأثیری میگذارد و نه تو را فقیر میکند؟ آیا به یاد داری هنگامی که به فلانی حسادت کردی و غیبت کردی و گفتی این چنان و چنان است؟ بنده میگوید بله پروردگارم، به یاد دارم، بله به یاد دارم. سپس الله میگوید آیا به یاد داری در روز فلانی چنین کاری و چنان کاری کردی؟ در روز بعدش هنگامی که معصیت دیگری انجام دادی در آن سرزمین و در آن ساعت و در آن مجلس و هنگامی که با فلانی نشستی، الله تعالی او را به یاد کوچکترین گناهانش می‌اندازد تا آنکه گمان کند که دیگر هلاک می‌شود و هیچ چیزی از او مخفی نمی‌ماند مگر اینکه جلوی رویش ذکر می‌شود تا اینکه گمان کند که دیگر هلاک می‌شود. الله غفور، رحیم و با عظمت. به او میگوید که همانا من در دنیا آنها را برای تو پوشاندم و من امروز برای تو بخشش خواهم کرد.